صدامان مانای هم است و با هم همکاری میکنیم. یک شب بود شهزاد با من زنگ زد گفت که اکا یک سرود دارم و متنش نویسه. اول من نگفتم، بعد گفتم که بیا اول ما رستوران میبری من مینویسم. بعد رفتیم رستوران شام دوشنبه. ما خوراک جیز و بیز گرفتیم، یعنی یک خوراک بوده است نام جیز بیز. من گفتم چی باشد این؟ بعد آوردن خوردیم. همون سرگرم صحبت‌های دوستانه من فراموش کردم که همونجا شعر باید مینوشتم سروده. بعد خانه آمدم ساعت 12 شد که شهزاد زنگ زدن گفتن که اکا همون سرودی من چی شد برادر؟ من گفتم حالی مینویسم. در جا نوشتم که رفتیم بر رستوران خوراک جیز و بیز زهر تنم کردی ای دادر عزیز. اصلا هر ترانه‌ای که اجرا میکنم از زندگی میگیرم، شاید به همین خاطر به دل شما نزدیک است. همین صحنه مثل زندگی به هیچ کس وفا ندارد. امروز ما جوان امروز صحنه هستیم، فردا کی میداند که ما را کی انتظار است و جای ما حتما جوانهای دیگر میآیند. و به خاطر صحنه میخوانم، به خاطر محبت‌های شما این ترانه میخوانم. زنده باشید، سلامت باشید. یک قرضه دیگر برای شهزاد جان شما دارم. وقتی بده همه روی مرا ندیده می روی، وقتی بده همه روی مرا ندیده می روی. زیبایی بچگی ما گل نچیده می روی، زیبایی بچگی ما چیده می روی. بسن دل مبند دوست ای صحنه به وفا بود. بسن دل مبند دوست ای صحنه به وفا بود. صدای زندگی ما صدای مخلصا بود. صدای زندگی ما صدای مخلصا بود. ستاره سرنگون شود از آسمان یارزو، ستاره سرنگون شود از آسمان یارزو. دیگر کی گریه میکند برای من برای تو، دیگر کی قرض میزند برای من برای تو. غنیمت از زندگی بپرسی آشنایی ها، غنیمت از زندگی بپرسی آشنایی ها. بیا که عمر میرود امان از این جدایی ها، بیا که عمر میرود امان از این جدایی ها. وقتی بده همه روی مرا ندیده می روی، وقتی بده همه روی مرا ندیده می روی. زیبایی بچگی ما گل نچیده می روی، زیبایی بچگی ما گل نچیده می روی، گل نچیده می روی. سلامت باشید. زنده باشید بسیار عزیز. حاجی بیبی عزیز از سیسار شادمان آمدند، خوش آمدند. بفرم یک دعای خیر دادنی خواهش میکنم.
الهی عمرتون را دراز کند، به درد و بیران شود، همه وقت در غنچه‌های سنت سربلند باشید. رحمت کلام ما همه وقت مخلص شما هستیم. سلامت باشید آقا جان، زنده باشید. خداوند نگهبانتون.